بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله. دوستان گرامی قدر، یک موضوعی که خیلی مهم است درباره او باید گفت. این هم باشد یکی از مقدسات ماست که امروز در دست یهودی ها اسیر است. مسجد بیت المقدس است و هر یک مسلمان برای او ضروری است که از این مسجد خبر داشته باشد و برای ما ضروری است که بدانیم این مسجد چه جایگاهی در دین اسلام عزیز دارد و سالهای طولانی است که بالای مردم این محل، مردم فلسطین ظلم می شود و می خواهند که این مسجد را با قوه زوری از دست آنها بگیرند، اما با حمد خدا که این مردم مقاومت میکنند و کوشش میکنند که این مسجد پیامبر را از دست ندهند، زیرا این مسجد شعار ماست. این مسجد می شود گفت که یکی از جزء عقیده ماست و برای هر یک مسلمان ضروری است که از این مسجد خبر داشته باشد. الحمدلله که در گوشه و کنار عالم مسلمان ها به این مسجد، به این شعار دین محبتی دارند و از هر طرف صدا هم شنیده می شود برای محبت این مسجد. حالا ببینیم که کدام فضیلتی را این مسجد پیامبر رحمت، این مسجد بیت المقدس داراست. همین کفایه است که اولین قبله مسلمان هاست و در حدیث وارد شده است که پیامبر رحمت 16 یا 17 ماه نماز را به سوی بیت المقدس خواندند و از زمانی که امر شد بعداً قبله را طرف خانه کعبه کردند. و ببینیم که هم قرآن اشاره کننده به این بزرگی این مسجد است و هم حدیث های صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره به بزرگی این مسجد میکنند. و این مسجد 3 مرحله افتتاح دارد، 3 مرحله گشاده شوی دارد که انشاءالله در دوام صحبت اشاره خواهیم کرد. و ببینیم که آیتی که بزرگی این مسجد را نشان می‌دهد، الله جل جلاله در سوره اسراء می‌فرماید، آیت اول سوره اسراء: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظیم. الله جل جلاله در این آیت کریمه اشاره زیبایی دارد برای بزرگ بودن مسجد اقصی و می فرماید که الله جل جلاله ذات است پاک و منزه از همه عیب و شرک و نقصان و او الله جل جلاله بزرگ است و الله مهربان پیامبر خود را محمد صلی الله علیه و سلم را در پاس از شب با جسم و روح در حالت بیدار بودن از مسجد حرام، از مکه مکرمه به طرف مسجد الاقصی که این مسجد الاقصی در اطرافش از زراعتها و میوه‌ها و منزل‌های پیامبران است که به سبب این خداوند برکت نازل کرده است. اطراف این مسجد مردم با برکتند و مقر پیامبران است. پیامبران زیاد در این ارض، در این زمین زندگانی کردند و خداوند ذات است که هم شنوا و هم بیناست. و اینجا ببینیم که الله مهربان قدرت داشت که پیامبر رحمت را از مکه مکرمه مستقیما به آسمان ببرد در شب معراج، اما او را از بیت الحرام یعنی از مکه مکرمه برد به مسجد اقصی به سرزمین فلسطین و در اونجا پیامبر رحمت با جمعی از پیامبران نماز گذاشت و پیامبر رحمت اونجا امام شد. ببینیم که این یکی از مرحله گشاده شوی است که پیامبر رحمت آنجا قرار گرفت و جمع از پیامبران آنجا جمع آمدند و پیامبر رحمت نماز گذاشت. و در این آیت کریمه بزرگی هر دو مسجد را نشان می‌دهد، هم مسجد الحرام و هم مسجد الاقصی را. دوستان گرامی، اینجا ببینیم که
این مسجد تا این اندازه بزرگ است که خداوند پیامبرش را به اونجا میبرد و تمام پیامبران اونجا جمع میشوند و پیامبر رحمت به آنها نماز میگذارد. این یکی از گشاده شوی مسجد الاقصی است و یک اشاره اساسی بزرگی او را نشان می‌دهد. دیگر بزرگی مسجد الاقصی را ببینیم که در زمان حضرت عمر گشاده شوی دیگر باره شد. اونجا را حضرت عمر فتح کرد و با حضرت عمر جمع از بزرگان صحابه بودند. اگر این مسجد مهم نمی بود حتما که این کوشش را حضرت عمر نمی کرد، اما این مهم بود که حضرت عمر تمام کوشش خود را انجام داد تا این مسجد را به دست مسلمان ها بر بگرداند و با حضرت عمر جمع از بزرگان صحابه بودند. این هم نشان می‌دهد که این مسجد بزرگ است. این مسجد جزء عقیده ماست. هر یک مسلمان برای مسجد باید فکر کرده باشد، از اطراف این مسجد باید آموخته باشد این مسجد چه مقدار مساحت دارد، در داخل این مسجد چه ها قرار دارند و چند سال است که چرا صهیونیست ها یهودی ها به خاطر گرفتن این مسجد کوشش میکنند و فتح سومی که صلاح الدین ایوب کرد و با صلاح الدین ایوب دیگر بزرگ ها هم بودند و او را در اولویت دانست و آمده این مسجد را فتح کرد. این سه نشانه، این سه مرحله گشاده شوی است که بزرگان این دین از پیامبر رحمت شروع کرده تا حضرت عمر و صلاح الدین و دیگر اصحاب پیامبر کوشش کردند که تا این مسجد در دست مسلمان ها باقی بماند. پس برای هر یک من و شما دوستان گرامی ضروری است که برای خود و برای فرزندان خود از بزرگی این مسجد، از جایگاه این مسجد آموخته باشیم و بیاموزیم و برای فرزندان خود بیاموزیم و دعا بکنیم و کوشش بکنیم که این مسجد به دست دیگران نیفتد، زیرا این جزء از عقیده ماست، این شعار دین ماست. و ببینیم که حدیث صحیحی که حضرت ابو هریره روایت میکند و این حدیث در کتاب صحیح بخاری است، حدیث صحیح است. پیامبر رحمت فرمودند لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله علیه و سلم و مسجد الاقصی. پیامبر رحمت فرمودند که برای عبادت جز به 3 مسجد شما سفر نبندید، یکی به مسجد الحرام، یکی به مسجد مدینه به مسجد پیامبر رحمت و دیگر به مسجد الاقصی. این حدیث صحیح هم اشاره میکند بزرگی این جایگاه را، بزرگی این مقام را که این یکی از مهمات ماست، این جایگاه بزرگ در دین اسلام دارد. پس امروز ها ما چی میتوانیم کنیم؟ دوستان گرامی، اولا که باید ما آموخته باشیم درباره این مسجد، در کجاست، چگونه قرار دارد و چند بار اونجا هجوم شد و چند بار سوخته شد و چند منبرها و آبانبرهایی که اونجا داشت از بین ربوده شد و روز تا روز صهیونیست ها میخواهند که این مسجد را از خود کنند، از هر اطراف خندقه ها میکنند، تمام کوشش خود را میتینند که تا این مسجد را از خود کنند. پس مسلمان ها باید بیداری را انتخاب کنیم و درباره این مسجد زیادتر معلومات پیدا کنیم، به فرزندان خود بیاموزیم و از همه چیز مهم این که برای این مسجد و اهل این اطراف این مسجد دعا کنیم نزد خداوند، زیرا که قیامت هم اونجا برپا خواهد شد و این برای مسلمان مهمتر است که نباید مسلمان این عمل را از خود دور کند، فکر این مسجد را از خود دور کند. و علامه اقبال هم یک اشاره خوب دارد که میگوید سخت کوشد بنده پاکیزه کش تا بگیرد مسجد مولا خویش. سخت باید مسلمان بکوشد تا این مسجد را از دست ندهیم، تا این قسمی که این مسجد را که یهود از دست گرفته است باید ما دعا کنیم تا این از دست ما نرود و خداوند برای هر یک من و شما توفیق عنایت عطا بفرماید تا به فرزندان خود تا خود از این شعار دین خودمان آموخته باشیم و به دیگران برسانیم و حداقل یک منفعت کوچکی هم که باشد به دعا و دعا نزد خداوند بر این مسجد، بر این مقر پیامبر رحمت یک نقطه هم که باشد فایده رسانده باشیم. همه شما را به الله منان می سپارم. والحمد لله رب العالمین.